وقتی اللهم کل ولیک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم. وقتی دعا برای فرج اون بزرگوار میکنید در واقع دارید زمینه رو برای دعای اون بزرگوار به خودتون و برای خودتون فراهم میکنید. اینجوریه. این مجموعه عظیم مؤمنین و مخلصین و دلهای نورانی سعی کنن رابطه خودشون رو با حضرت مستحکمتر کنن. این رابطه، استحکام رابطه لازمش این نیست که کسی خدمت حضرت برسه، نه، لزومی ندارد. حرف بزنید با حضرت، سلام کنید، زیارت کنید. با همین زیاراتی که هست، زیارات معصور، یا حتی با همین زبان معمولی خودتون با حضرت حرف بزنید. خدای متعال پیام شما را و سخن دل و زبان شما رو به اون بزرگوار میرسونه و اون بزرگوار مطلع میشود.